قصه زنی صالحه. جوان دختر شوهر می کند و هر صبح شوهرش را برای نماز بامداد بیدار می کند تا از جماعت دیر نماند. در این مدت یک روز شوهرش را دیر بیدار می کند که از نماز جماعت دیر می ماند و نماز را با جماعت دوم می خواند. بعد نماز امام نزدش آمده می گوید شما شوهری فلان زن هستید؟ مرد ناراحت شده می گوید تو چی کار داری به زن من؟ امام در جواب می گوید به خدا قسم خواب دیدم همه کسانی که امروز در جماعت اول بودند وارد بهشت شدند و در بینمان یک زن بود. گفتم این کی است؟ گفتند این همسری فلان شخص می باشد. مرد سراسیمه‌وار به خانه بر می گردد تا خوشخبر را به همسرش برساند. وقتی وارد خانه می شود می بیند که همسری گرامیش در حالت سجده در روی جای نماز جان به جان آفرین سپاریده.